اینی تصویر بسیار ساده از وطن امروز. من چرا این وضع جهان و وضع افغانستان خواستم به شما توضیح بهتون بیان کنم؟ رفقا، همین قسم که جهان ما متنوع است، انسان ها هم متنوع است. در این جهان بغرنج و پیچیده و متنوع انسان های گوناگون وجود دارند. انسان های گوناگون بعضی ها از کنار تمامی فجایع و جنایات بی تفاوت میگذرن. یک خندی خودم میکنه، یک پوزخندم میکنه. بوش یگان دفعه که بیانیه میده میگه ما برای مردم عراق دموکراسی آوردیم، برای مردم عراق آزادی آوردیم. و امروز روز بیش از 100 نفر مردم عراق کشته شدن. امروز ده شهر اینا بمباردمان کردن. اینا صدام حسین محکوم میکنن که این سلاح کیمیایی به کار برد. شما خود میبینید که در فلوجه اینا چی به کار برد؟ فاسفور سفیده که او لباس نمیسوزاند، لیکن استخوان و گوشت و پوست انسان در میده. اینا اینی دموکراسی است. انسان های دنیا بعضی ها اون قدرت های عظیم نشستن در کاخها، در قله های از ثروت و قله های از غرور و کبر و نخوت و به این درد عظیم بشریت نگاه میکنن و میخندن و یک کتلی عظیم از انسانیت در رنج، در استثمار، در فاجعه، در فقر مرض زندگی میکنه. انسان میتونه بی وجدان باشه، بی تفاوت باشه که اکثریت سرمایه‌داران این خصوصیت دارن و انسان های هم وجود دارن که وجدان دارن. در داخل یک کشور هم میتونست، در افغانستان ما استثنا نیست. مردم است که در این فقر عظیم مردم ما گفتیم چور میکنن، غارت میکنن، آخرین ثروت های وطن دزدی میکنن. میلیون ها انسان مردم ما در عشق، در خون، در گرسنگی، در مرض، در جهالت زندگی میکنن. یک دستن دست به سلام میبرن، ترور میکنن، آدم میکشن. یک دست فغان دارن، گریان دارن، رنج میکشن. و یک دست بی تفاوت آرام، نه وطن برای ارزش داره، نه انسان برای ارزش داره، نه نسل آینده برای ارزش داره، نه اینی کودک ها و نوجوان ها برای ارزش داره. سعی میکنه که پول پیدا کنه، خودش زندگی کنه و در این خوش است که خب ما در اروپا هستیم، اولاد ما هم در این کشورها یک تحصیل میکنن. ما رفقای عزیز میگم که این اولادها کلام خواهد شد. سر گور او پدرها و مادرهایی که این اولادها را از وطن بریدن، از مردمشان بریدن، لعنت خواهد فرستادن. اینا با این آرامی زندگی نکنن که شرایط آرام ممکن است با فرزندان از آن اینا را ببخشن. برای اینکه اینا عقل پیدا میکنن، شعور پیدا میکنن و اینا متوجه میشن که به یک کلتور دیگه، به یک وطن دیگه، به یک مردم دیگه تعلق دارن. و پدر و مادرشان اینا را از وطنشان بریدن، از کلتورشان بریدن، از ریشه هایشان بریدن. ما چرا خوش است که امروز در محفل ما این نوجوانان ما اینا هیچ وقت ما هم میتونیم بی تفاوت باشیم، با پول پیدا کردن علاقه پیدا کنیم، وطن فراموش کنیم، وطنی که ما را ساخت. ما وطن به خاطر ازی باز ما میگه وطن که کوهش است و دشتش است و هفته بود. در کل دنیا کوه است، هفته هم است، دشت هم است، همه جای عکس است. وطن به او خاطر با ارزش است که ما را ساخته. خون ما، رگ ما، پوست ما، درک ما، تربیت ما، مکتب ما، همه چیز محصول کار از وطن بود، محصول کار از مردم بود. میلیون ها انسان در افغانستان رنج کشیدن تا مکتب ساخته شد، تا مالیه دادن، محصول دادن که ما تنخواه معلم دادیم و بالاخره ما ایجاد شدیم، درک کردیم، عقل پیدا کردیم. حالا همه رو فراموش کنیم. این پشت پا زدن، این جفا به تمام مردم است. وطن در وجود مردمش ارزش داره، نه در سنگ و چوب و خاص کوه و دریایش. آلمان هم بهترین دریاها و کوهها و زیباترین جنگل‌ها داره.
با او خاطر رفقای عزیز ما میتونیم از جمله اون انسانایی باشیم فاقد وجدان، بی تفاوت، بی مروت، فقط زندگی کنیم بر خاطر خود با غرایز و هوس‌های حیوانی خود مفعول سازیم. در جهت دیگر ما وطن پرست هستیم. ما باید به وطن خود بیندیشیم، به مردم خود، به نسل بالنده فردای خود و با احساس مسئولیت. نوزت میهنی هم چیز دیگه نیست، اینمی آتش، اینمی اجاق روشن کردن که بتونه این نیروهای پراگنده انقلابی وطن پرست و عظیم چپ دوباره در یک کوره فروزان جمع کنه، به یک نیروی عظیمی را مبدل کنه و نور امید، آتش امید در وطن دوباره فروزان بسازه. رفقای عزیز، در این مبارزه سرسخت و دشوار مشکلات، موانع، دشواری ها فراوان است. بس قانون در زندگی میکنیم. امیال ساده وقتی یک رفیقم بخواهیم که بیاد جلسه، یکی میگه که فاتحه دارم، یکی میگه اولاد دارم، یکی میگه که والا من امروز کار دارم، یکی و بعض اشکال مختلف سعی میکنن که شانه خالی کنن. خب یک مقداری واقعیت است، بیرام ما نادیده نمیدیم. ما میفهمیم بفقار بیشتر رفیق ما گفتن که دیروز از کجا تا کجا کار کردن، بیا از اون نان پیدا میشه. زندگی هم شیرازی زندگی باید از همین باشه. اما یک مقدار فهمی باش ما قبول میکنیم که بانگیری هم هست، بانگیری جدی هم، تنبلی، بی‌تفاوتی و یک کمکی هم دور شدن از تمام پیوندها و ریشه های وطنی، از احساس، از عضویت ما همه مسئولیت ها را یکانده فراموش میکنیم که در دامان از او حزب شهیدا و قهرمان ها تربیت شد. چقدر رفیق ما به خاک نفتید، چقدر زنای زنا بیوه شد، چقدر فرزندای زنای یتیم و بی پدر و بی مادر شد. همه را فراموش میکنیم. رفقایی بودن که با ما شسته بودن، نان میخوردیم، در یک سنگر میرزمیدیم، زندگی ما مشترک. امروز اگر در برابر وطن بی تفاوت باشیم، در برابر سیاست بی تفاوت باشیم، در برابر نوزد بی تفاوت باشیم، در برابر خون اونو شهیدا بی تفاوت هستیم. آهسته آهسته میره که ما خصوصیت انسانی خود از دست بدیم.